باردار شدن فرزانه ناز از عشقش در کشور دبی. فرزانه ناز در رابطه عاشقانه با پسران هندی است، اما معلوم نیست پدر طفلش کی می باشد. فرزانه در کشور دبی مصروف چی کارباری است؟ دلیل دوری وی از راه هنر موسیقی چی می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز یکی از هنرمندان با استعداد، موفق، محبوب و ناماشنای کشور است. وی علم هنر موسیقی را نزد استاد نیاموخته است. وی در سن نوجوانی میخواست دختر سینمای افغانستان شود، ولی با نقش بازی کردن در چندین فیلم با سلیم شاهین ولی نتوانست به این آرزویش موفق گردد. وی به پاکستان سفر کرد و آهنگهای پشتوی نزد استادان پاکستانی سرود. به یک بارگی نام فرزانه ناز در میان هنرمندان افغانستان چنان آوازه شد که طرفداران و علاقمندان بیشماری خودش را پیدا کرد. اما میگفتند فرزانه ناز گویا در آینده نغمه افغانستان خواهد شد. اما دیر نگذشت فرزانه ناز سفرهایی به کشورهای آسیایی داشت. وی آهسته آهسته از هنر موسیقی دلسرد شد و دیگر نخواست آهنگ بسراید. وی در کشور دبی مصروف کارهای تجاریش بوده است. وی در ضمن همیشه مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک است و با دیگر سلبریتی های افغان گیم بازی می کند. چند می شود فرزانه ناز از صفحات مجازیش دور بوده است. دلیل دوری وی باردار شدن از یکی از دوست پسرانش است، ولی تاکنون این خبر از طرف فرزانه ناز تایید نشده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا ویدیوی دیگر همه شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.